دوستان، اینجا شهر انزلیه و اینجا که دارید میبینید ورودی بلوار و اسکله شهر انزلی که با یک سردیس خیلی زیبا از یک شیر ساخته شده. اینجا سال 1307 توسط آقای امید همایون شهردار وقت بندر انزلی به دستور رضا شاه بر اساس و الگوی یکی از پارک های شهر بادکوبه ساخته شد. نکته خیلی مهم در اینجا اینه که اینجا شبیه یک کلت کبری ساخته شد که لوله این کلت دقیقاً این روبرو به سمت روسیه هدف گرفته شده و ته این بلوار هم دسته اون طراحی شده که از بالا روی نقشه میشه دید. حتما عکسشو میگیرم بعد از این ویدیو میذارم. اینجا پاتوق جووناست، خیلی جای باصفاییه. جالبه که انتهای این بلوار هم یک برج مراقبت داریم، همون فانوس دریایی که غروبا خیلی چراغاش روشن میشه، خیلی قشنگ و زیباست. و این هم اسکله زیبای شهر انزلی. حیف که داره تالاب انزلی نابود میشه. متاسفانه این دردناکترین شرایطیه که استان گیلان و تالاب داره میبینه وسط آب بسیار اونجا اومده پایین، با امید روزی که اینجا همیشه اون سرسبزی و تراوت سابق رو داشته باشه.